وکیلان گروه پارلمانی قزاقستان نو در مجلس پالات پایانی پارلمان قزاقستان پیشنهاد کردند که به جای نام آذرش نور سلطان نام قبلی پایتخت این جمهوری آستانه برقرار شود. اظهارات وکیلان این گروه که ماه فوریه سال 2022 تشکیل شده طرفداران پرزیدنت کنونی قزاقستان قاسم جمال توقایف را متایید میکنند شام 2 سپتامبر سال 2022 نشر شد. در صورت وارد کردن علاوه به قانون اساسی ما با استفاده از این فرصت میخواهیم که به قانون اساسی باز یک تغییرات مهم وارد کرده شود. سخن درباره برقرار کردن نام قبلی پایتخت می رود. در وقت زنده بودن یک انسان به نامش گذاشتن شهرها را نادرست می شماریم. به بالای این مردم هم نام نو پایتخت را قبول نکردند. گفته می شود در اظهارات وکیلان از این رو از لحاظ تاریخی عادلانه می بود که اگر نام قبلی پایتخت آستانه که در وقتش از جانب پرزیدنت یکم پیشنهاد شده بود برقرار کرده شود. این قرار سهم پرزیدنت یکم در قامت راست کردن و رشد شهر اساسی کشور را به نظر می گیرد و همچنین به خواسته های شهروندان نیز جوابگوست. اظهار داشته است گروه پارلمانی قزاقستان نو ماه ینور سال 2022 در پی اعتراضهای گسترده در قزاقستان زیر پتیسیا با طلب برگردانیدن نام قبلی پایتخت این کشور بیش از 300,000 نفر امضا کرده بود. نورسلطان نظربایف که حالا 82 سال دارد از سال 1989 تا 2019 در طول 30 سال بر قزاقستان کشور از لحاظ مساحت، حجم اقتصاد و ذخیره‌های طبیعیش از همه بزرگ آسیای مرکزی روبری کرده سال 2019 او کرسی پرزیدنتی را رسما به قاسم جمال توقایف سپرد، ولی از پس پرده به عنوان البسی یا پیشوای ملت همچنان تقریبا تمام امور کلیدی دولت را در دست خود نگاه داشته بود و توقایف بیشتر نقش یک پرزیدنت نمایشی را اجرا می‌کرد. پیشنهاد برگرداندن نام آستانه به پایتخت قزاقستان در حال صدا می‌آید که بعد اعتراضهای خونین ماه ینور سال 2022 نظربایف از دست دراز دخالت و نفوذ قبلیش به امور دولتی کشور محروم گردید. همچنین در این اواخر بسیاری از طرفداران و یاران او و همین طور خویشاوندان نزدیک نظربایف منصب و مقام‌های بلند و تجارت‌های بزرگ خود را از دست دادند و برخی آنها حتی پس پنجره رفتند. به این ترتیب آفتاب پیشوا در قزاقستان هرچه بیشتر به غروب خود نزدیک می رود.